از تبریز خبر میرسد که از ظهر امروز با خروج دستجات عزاداری سنتی درگیری در اغلب تکیه‌های تبریز شروع شده است. مردم بعد از خروج از تکیه‌های میدان سامان، تکیه بازار امیر، راست کوچه، زعفرانی، ولیعصر، در حالی که چوب دستی حمل میکنند شعار میدادند هر گل که تو پرپر کنی ما بکاریم و صد چندان کنیم. خبرهای تایید نشده حکایت از درگیری نیروهای امنیتی و لباس شخصی با مردم و مجروح شدن عده زیادی و کشته شدن حداقل، این خبر مال چندین ساعت پیش است، 4 تن در تبریز حداقل. بعد لواطکار روده فروش جانور درنده اسلامی آمده است گفته است فقط 5 تن بودن که در 1-2 نفر را از بالای پل پرتاب کردن پایین و 1 نفر نمیدونم زیر ماشین رفته است و چه 1 نفر هم به طور مشکوک تیر خورده است. تاف برآیینتان. این خبرها هم بشنوید هم میهنانم. دست کم فضایی را داشته باشیم ذره است از آن دریای درد و بدبختی که میهنانمان در آنند. در میانه میدان اکنون هنوز هم ادامه دارد بگیر و ببند و جنگ و گریز. میریزند به خانه های ایرانیان، در و پنجره میشکنند، در خیابان راه بیفتند ردیف در شهرک غرب. همه اتومبیل ها را خرد خاکشیر میکنند اشغالگران جنایتکار. حال این خبر را گوش کنید. انتقال اجساد به یکی از ساختمان‌های اداری در خیابان طالقانی گور به گور شده. شاهدان عینی از ورود اتومبیل‌های حامل اجساد قربانیان درگیری‌های امروز به ساختمانی اداری در خیابان طالقانی گور به گور شده روان سوخته خبر می‌دهند. اتومبیل جیپ در حالی که اجساد عقب جیپ 2 کابین در حالی که اجساد عقب آن قرار داشتند و به طرز ناشیانه‌ای سعی شده بود تا با کاپشن روی آنها را بپوشانند و برادران بسیجی خائن روی اجساد ایستاده بودند وارد این ساختمان شدند. بچه موالیان مانند زباله‌اند برای اینان. جانوران. میبینید آن روز نزدیک است. بگذار بروند بگویند پری صفاری دشنام میدهد، تحریک میکند، خشونت طلب است. نمیگوید بنشینید نوبتی بیایند همه فرزندان ایران را رد کنند، صلح دوست باشید، بیایند گوش تا گوش سر همه فامیلتان را ببرند. بعد از 31 سال میلیونی هنوز ایرانی را بگاریزانند از میهنش، ولی عوضش میگویند صلح دوستن. این مردم خشونت طلب نیستند. تا با همان اسلحه‌ای که دشمن در دست دارد 1000 برابر به این پتیاره اسلامی پاسخش را ملت ایران ندهد، هیچ اتفاقی در ایران روی نخواهد داد مگر سرشت و گوهر این اهریمن را پری صفاری تعیین کرده است. 1400 سال از این نجاست خوناشام به گونه آسمانی درنده و متجاوز همین بلا را سر همه نسل‌های ایرانی آورده است. یک بار برای همیشه ایرانی باید بداند اگر بازپسگیری ایران را میخواهد، ریکانکویستای ایرانی را باید به فرجام برساند. در برابر یک کشیده وحوش اسلامی و خونخواران محمدی 1000 کشیده باید به او پس بدهد. در برابر یک گلوله 1000 گلوله باید در میانه پیشانی و قلب کثافت و چشمان گندیدش بنشاند. یک فرزند از تو میکشد، تو باید از اون 100 فرزند بکشی. این است. اگر میخواهی
بر این پتیاره به گونه آسمانی خوناشام، به گونه باوری جلاد، به گونه ایمانی لواطکار و ریپیست پیروز شوی. این فرمول است که پری صفاری بگوید چه نگوید و بخواهد پولیتیکالی کرکت در جلوی دوربین دستش را این گونه زیر چانش بگذارد و آرام آرام برایتان شعر بخواند. اینجا سنگر است و پری صفاری هم سرباز است و داستان را هم خوب میداند، تاریخ ایران را هم از همه شما بهتر میداند و نجاست نامه جنایت نامه تان را هم خوب میشناسد.